خب بعد از اون قضیه که اتفاق افتاد، اتفاق بعدی که افتاد، من کریستال های روشنی رو می‌دیدم که حالا بعضن توی مغازه خودم که وایساده بودم می‌دیدم یه چیزی کریستال مانند، حالا من میگفتم کریستال های شفاف. خب به این شکل شروع کرد حرکت کردن، خیلی ریز بودن ولی دنباله داشتن. اینا شروع کردن حرکت کردن، خیلی جای اینا رو کوچیک کوچیک می‌دیدم، ولی 2 بار 3 بار شد که این کریستال ها یا این گوه‌های نورانی که نورانی مانند بودن، خیلی هم شفاف و خیلی نورشون اصلا نوری بود که اینجا در واقع من ندیدم به چنین نوری باشه. این رو من شروع کردم اینا رو می‌دیدم. یه بار از خواب که بیدار شدم شروع کرد، بعد از مدیتیشن کرده بودم خوابیده بودم بیدار شدم، این گوه‌ها شروع کردن از چشمانم به تعداد خیلی زیاد به سمت بالا میرفتن. برای من خیلی جذاب و یک حال خوبی اون روز بهم داد. یک بارم این گویاها یا همین کریستال های نورانی از سمت بالا به سمت چشمان من حرکت می‌کردن، ولی تعدادشون اینا زیاد بود، این 2 بار زیاد بود، ولی تعدادی که بعدها می‌بینم یا الان هم حتی بعضی وقت‌ها می‌بینم، اون کریستال ها به شکلی حالا روبروی من حرکت می‌کنن یا کنار کسی که دارم صحبت می‌کنم از کنارش مثلا حرکت می‌کنه، من می‌فهمم اونجا اون مثلا فرض مثال اون حاله اونجا، اون حاله انرژی، حاله پاک است. اون اتفاقی که بعدش افتاد و بعد از اون اتفاقی که افتاد چشمان من شروع کرد به نور حساس شدن، به نور حساس شد و نورهای شدید رو نمیتونستم دیگه ببینم و گوشهای من صداهای سنگین از صداهای زیاد و تحملش رو نداشت بشنوه. این اتفاق افتاد و توی پست های بعدی بقیه قضایا رو براتون میگم که این هم باید بازم بیشتر توضیح بدم.